امس گذری رو میکشیم. درسی نوبتی ما درس نو موضوع حساب کتاب در اکسل میباشد. در ячейка ها читали که ما میدونیم майдони кори аз ячейка ها عبارت است. در ячейка I1 عدد 10 را داخل میکنیم. در ячейка I2 عدد 30 را. اکنون با حساب کتاب مشغول میشیم. همه داخل کنی فرموله ها و عمل ها با داخل کنی سیمبل برابر آغاز می‌یابد. یعنی که برابر عدد همان 10 جمعی 30 رو داخل کردیم و در نتیجه عدد 40 رو حاصل نمودیم. در پایانش همین عمل را با استفاده از ячейка ها اجرا میکنیم. یعنی که سیمبل برابر با بالای ячейка I1 پخش نمودیم. در اینجا سراغ I1 پیدا شد. باز عمل جمع و سراغ I2 رو پخش نمودیم. سراغ I2 حاصل شد و تگمه انتر رو پخش میکنیم. در نتیجه باز همون رقم 40 رو حاصل میکنیم. اکنون هنگام تغییر دادن تغییر یابنده های بالایی در ячейка I1 نتیجه ячейка I3 که ما 10 جمع 30 داشتیم تغییر نمی‌یابد. از بس که ما با سراغه ها کار نداشته با رقم ها کار کردیم. تغییر دادن ما با ячейка I4 تاثیر رسانیده. نتیجه آن عوض شد با 50. یعنی که از بس که I1 10 مراتب زیاد شد یعنی که 50 حاصل گشت. اکنون همین عمل ها را با استفاده از فونکسیه ها اجرا میکنیم. یعنی که اجرا کنی فونکسیه نیست با اشاره برابر سر میشد. برابر و فونکسیه سوم. فونکسیه سوم جمع کنی عددهای ячейка می باشد. یعنی که من میتوانم عددها را یک به یک نوبت کنم و بین آنها نقطه ویرگول گذارم. همچنین حفظ را پوشیده انتر را پخش میکنیم. یعنی که 1 2 و 3 میشود 6. میتوانم با جای ячейка های алоҳида диапазон را استفاده کنم. یعنی که داخل کنی دیاپازون با کشیده گرفتن همان ячейка ها. یعنی که I1 2 نقطه I6 حاصل میشد و انتر را پخش میکنیم. همه آن ячейка هایی که در دیاپازون I1 I6 عدد ها هست آنها را جمع میکند. با ورقه کاری 3 میگذاریم. در اینجا ما عملی ifade 1 جمع 80 تقسیم 9 را دیده میتوانیم. البته اکنون وقتی که ما با اجرای عمل ها گذشتیم ما باید ترتیب عمل ها را نیز در نظر داشته باشیم. در اینجا نیز ما می نویسیم برابر از بس که 1 جمع 80 باید اول ترتیب اول اجرا گردد. 1 جمع 80 را داخل کرده حفظ ها را پوشیده بعد عمل تقسیم باید اجرا شود. نشانه تقسیم را میگذاریم و 9 را پخش کرده انتر را پخش میکنیم. از بس که 81 تقسیم 9 میبرد نتیجه آن در اینجا حاصل میگردد. همین طرز شما باید ifade که به شما همچون وظیفه خانگی داده شدند این ifade دیگر و وظیفه داده شده را اجرا نماید. با شما کامیابی ها را خواهانم.